بابا اینو نگاه کن، همه جای شهر درباره این مکانیک پیر حرف میزنن. پوسترش همه جا هست. بهترین مکانیک؟ نکنه همه مشتری‌ها جذب اون شدن؟ بهش نشون میدم اینجا کی بزرگه. همه جای این شهر عکسشه. داره دیوونم میکنه. درد نکنه استا. ماشینم هیچ وقت اینقدر نرم و بی صدا کار نکرده بود. کار پاک نتیجهش همینه. خدایا خیلی ازت ممنونم که کارها رو برام آسون کردی. ضرر کردیم. چطور ممکنه؟ همش تقصیر اون پیرمرد مکانیکه. امشب خودم میدونم چی کار کنم. امشب انتقاممو میگیرم. وضعیت مغازه چطوره؟ شکر خدا خیلی خوبه. این فکر تو بود. بدون کمک تو این کار هیچ وقت راه نمی افتاد. خوبی بخواب استا.